چیزی میگم از کتاب خدا و رسول میگم، چیزی میگم برای مستحکمی زندگیتان میگم. ولی متاسفانه در همین جا برای زندگی های شیرین همین مردم تلخ کردن این یک تأثیری نفر سیوم است. یعنی بسیاری وقت در زندگی دخترها و بچه ها پدر و مادرها می‌درویند. پدر و مادرها زندگی ها را تا جایی که خوب کنند نیکنند، بسیار زندگی ها را تلخ میکنند، ترش میکنند، بسیار بیفهمی و بیعقلی میکنند. برای همین مادرها و خواهرها عزیز، برای شما مادرها پدرها مراجعت میکنم در زندگی فرزنداتون دخالت نکنید. دخالت کنید، شما کلانترین، لیکن دخالتی خوب کنید. نگو که مقصد زن چیه که تو باید دوستش بداری. ببین بچه تا نگو این سخنه، زن چیه که دوستش میداری. خب اینقدر مرده تا در بالای زنت نپرتو، یا دیگر سخنها. همچنان مقصد زنها را هم هیچ وقت نصیحت های نادرست نکنید که مقصد شوهرت به احترام که، یا شوهرت سخت بگی، یا مقصد شوهرت از پدر و مادرش مثال جدا کو، یا دیگر پیشنهادایی که بسیار در همین مینتالیتت تاجیکی ما موافق نمیاد. همین سببی ویرانی زندگی فرزنداتون خداتون میشه. برای از وقتش میگفتن اگر کسی یک خانه گنجشک ویران کند، او خانه دنیا و آخرتش ویران میشود. برای همین حرکت کنین، همیشه کوشش کنین. من یک قصه میگم در اینجا، بعد سوالی خواهرمون رو با همین تمام میکنم. میگه وقتی پیامبرمون خانه فاطمه دخترش اومد، محبوب ترین دختری پیامبرمون فاطمه بود در بین 4 دخترش. زیرا از سفر می اومد اول خانه فاطمه میدرآمد، بعد مسجد اول خانه فاطمه. میگه می اومد از پیشانی از رخسارای فاطمه بوسه میکرد. یک روز اومد میگه که حضرت علی نیست. گفت در کجا هست؟ گفت علی. گفت کان بینی و بینه شیء، بین من و بین علی یک اندک یک معامله نادرست گذشت. چیکار کرد؟ گفت خارج شد از خانه. پیامبر دیگه از حال فاطمه نپرسید. دوید آمد که حضرت علی در درون مسجد بالای خاک در خوابه. گفت قوم یا ابو تراب، بخیز. ای کسی که در خاک آغشته، همون لقب ابو تراب از همین حضرت علی گرفت. میگه وقتی این سخن گفت، خیزان آوردش به خانه را. حضرت فاطمه دختری پیامبر وقتی حال پیغمبر دید، گفت پدر، گفت شما مقصد یک چیز فهمین. پیش از آنی که علی از خانه میرفت، من گردی او چرخ میزدم، من از او بخشش پرسیدم. این آزم با رضاگی دل از خانه بیرون شد. پیامبر گفت فاطمه، قسم به بزرگی خدا، اگر علی از تو نارضا باشد و تو در همین ساعت از دنیا بگذری، من پدری تو هم باشم، من پیغمبری آخر زمانم که باشم، من جنازه تو را نمیخوانم. این به تعلیمات پیامبرمان در باب زندگی. برای همین خواهرها و برادرای عزیز، شما زندگی هاتون در اهمیتی. زندگی بازیچه نیست. خاک زندگی به پسی و به بلندی نمیشود، ولی حتما کلانترها با عقلها برای بهبودی، برای مستحکمی زندگی مقصد همیشه دستی یاری دراز کنید. اگر همینها جدا شوند، شما در همین جامعه خیانت کردگی، شما در زندگی اینها خیانت کردگی. شما قیامت و دنیاتون باور کنید، پدر و مادرها شما از دست دادید. شما را اگر هر چیزی که گویند دیگر در نسبت شما حقیقت هست. خداوند توفیق تان تیه و